بچه‌ها، به یک ویدیو دیگه خیلی خوش اومدید. خیلی وقت بود ویدیوی سوال جواب نذاشته بودم و دیروز یه باکس سوال گذاشتم و یه سری سوال گفتم ازم بپرسین که توی این ویدیو جواب بدم. کلا حس میکنم اینجور ویدیوها که سوال جوابیان باعث میشه هم منو بیشتر بشناسین، هم یه ذره حس نزدیکی و شناخت و از اینجور چیزا. و امروز مهمون افتخاری هم داریم. از امین خواستم که نره سر کار و با هم به سوالاتون جواب بدیم، برای اینکه سوالایی که امروز میخوام توی این ویدیو بپرسم بیشتر در مورد رابطمونه، یعنی در مورد من و امینه، در مورد من تنها نیست. یا قهوه‌ام اینجا آماده است، اینو بخور شارژ شو که میخوام به چالش بکشمت. اینجا رو به خاک و خون بکشم. سلام. سلام بچه. سلام بچه ها. احساس میکنیم الان همه‌شون پشتن، خجالت میکشیم. چه خبر همین؟ چیکار میکنین این روزا؟ دبی چطوره؟ آب و هوا؟ چرا میکروفون هم نذاشتی روش؟ نه نذاشتم. سلامت. احساس چیه الان تو ویدیویی؟ سوالات رو پوش برم. استرس داری؟ امروز یه ولاگ روزانه است. قرار روزم رو با امین بگذرونم. ازش خواستم که به امروز دارم سر کار؟ نه کلا؟ آره بهش باید بریم بیرون. یه چند تا عکس هم باید بگیرم. عکس برای چی؟ همین برنده امروز باید لباساشو پس بدم. خب دوستان داشتم چی میگفتم؟ داشتی میگفتی که منو خیلی دوست داری. نه از این چیزا رو نباید بگیم. از این حرفا نداریم توی ویدیو. یالا فقط خشن. بیشترین سال و مزخرفترین نه بیشترین سال اگه گفتی راجع چی بود؟ کارم چیه لابودا؟ نو بچه. دوست داری بچه دار باشی؟ بله؟ خوشحال. دوست داری؟ چرا دوست دارم؟ میترسم از مسئولیتش، میترسم که میخواد بیدارم کنه، نمیذارم بخوابم. نه مسئولیتم. نه واقعا دوست داری؟ نه منظورم دوست داشتن بچه نه، واقعا مسئولیتش نمیترسونه برو. از این موقع ها که خستم، خیلی خستم، میخوام بخوابم، میام خدا رو شکر کسی نیست بیاد مثلا اذیتم کنه. نگران خودت دیرم بچه. همش فکر خودم. خوابم چی میشه، کارم چی میشه، پاشم واسه شیر درست کنم اینجوری بخوابونمش. نه تو مرغ شد. هلالیات هلالیات هلالیات. پس گفتی بچه دوست داری، پس کی میخوای بچه داری؟ تا موقعی که دوست داشته تو ریزش کنم. بله بچه آمادگی بچه نداریم، یعنی من ندارم. هنوز زوده، خونمونم کوچولوه، سویته، بچه رو دیگه نمیدونم کجا بذارم. خب میگه سال بعدی چرا با چقدر داد میزنی؟ ببخشید چرا با شوهرت گرم نیستی تو ویدیوها؟ به خاطر اینکه از این بسوازی‌ها خوشم نمیاد بچه‌ها. کلا همش دعواه اصلا با هم خوب نیست. لزومی نمیبینم که توی ویدیو بخوایم معمولیم دیگه آقا. ویدیو کار توه، مثلا اینکه مثلا تو کار من بیایی مثلا هی آره گرم میگه تو کار من مثلا مردم فکر میکنن که این ویدیوها یا عکس‌ها دیگه همه ماجراست، در حالی که واقعا ویدیو فقط مثلا تهش میگه چقدر من ویدیو میگیرم مثلا 25 دقیقه ویدیو یوتیوبمه که 25 دقیقه توی یک هفته است. تو حساب کن چقدر ساعت پشت دوربینه و شما هیچ کسی نمیتونه بفهمه که یه رابطه واقعا خوبه یا بده. یه موی اینجا بود، اینجا انداختمش افتاده بود تو مو؟ افتاده بود تو قهوه‌ام. مو به خدا موی من موی دراز؟ آره خصوصیه دیگه به نظرم قسمت بعدی با یه سوال مسخره دیگه بابا وایسا نه منظورم دیگه همین دعوامون نه ببین واقعا یه سری چیزا شخصیش قشنگه، درسته آدم باید یه مرزی بین زندگی شخصی و کاریش بذاره، چون که یوتیوبم کارمه ترجیح میدم که یه مرزی. آره امینم اصلا خوشش نمیاد، یعنی امینم هیچ وقت مثلا پست و استوری از من نمیذاره بنویسه عشق زندگی مرسی که به این زندگی من اومدی. یه بار فکر کنم روز عروسیمون نه؟ تولدت چی گفتی؟ عزیزم مرسی که نه 2-3 سال پیش بود که عکس تو گذاشتم. من چی گفتی؟
عاشقانه ترین جمله‌ای که تو اینستاگرام گفتی چی بوده؟ اونو باید نگاه کنم. با شعر مثلا میگه. من خودم راحت نیستم واقعا. پنیر داریم، گردو داریم و نیمرو برای صبحونه. اعلام کنم حتما. از اینکه تو سن پایین با همسرت آشنا شدی ناراضی نیستی؟ دوست نداشتی چیزهای مختلف رو تجربه کنی؟ چیزهای مختلف یعنی چی؟ منظورش دیگه آدمای مختلف دیگه. آدم یه عمر میگرده دنبال اینکه به این نفر برسه و مثلا با این نفر خوشحال باشه، بگه خب نه بذار برگردم تمام کنم ببینم شاید مثلا. نه یه چیز دیگه هم هست امین، مثلا تو ممکنه با یکی آشنا بشی بعد اون طرف خیلی محدودت کنه، نذاره مسافرت کنی، مثلا اگه خواستی بری مسافرت یا تنهایی اینجا نمیذاره بری کار نکنی باش دیگه. همین خیلی معادله ساده ای. تو یه چیزی انتخاب میکنی، میتونه کالا باشه، لیوان باشه، اگر باش خوشحالی راضی خب نگرش میداری. ما شخصا خودمون دوست داشتیم که مستقل بشیم برای اینکه بیشتر تونستیم کارهایی که دوست داریم رو انجام بدیم با هم دیگه. قرقرو خونه کیه؟ من. دقیقا امینه. اگه یه چیز رو توی زندگیت میتونستی عوض کنی اون چی بود؟ من؟ آره منم جواب من قبلا فکر میکردم اگر میتونستم چیزی عوض کنم کلا چالش‌های زندگی ما حذف میکردم، اون حالا غذا رو میدونه، ولی نه الان نه چیزی عوض نمیکنم. چجوری با امین آشنا شدی؟ من چجوری با تو آشنا شدم؟ اول من غذا در میدم، غذا اصلا من نمیشناخت. من از اهواز اومده بودم، برگشته بودم ماشهر، بعد رفته بودم بسکتبال، مسابقه بسکتبال داشتیم، اومده بود با دوستاش این بسکتبال رو ببینه، من دیدمش، حالا دیگه خودش اون موقع منو ندید. بعد دیگه تحتشو در آوردم کیه فلان پیداش کردم و دیگه خلاصه مثل جن همه جا ظاهر میشن. مثلا رفتم 2 تا تخم‌مرغ بخرم یهو میبینم امین خانم جشنی ببخشید می‌خواستم با شما صحبت. میرفتم مثلا فلانجا با دوستم بعد کوچه پس کوچه ها میرفتم یهو میبینم پشت سرمه. همه جا بودش خلاصه. یه 6 ماهی همه جا بودش. یک سال بهش گفتم بابا نمیخوامه به چه زبونی بهت بگم خوشم نمیاد. بعد میگفت باشه یعنی سمشتری آدم رو زمین بود. کلا تو زندگیش همیشه همینه ها. یه چیزی که بخواد دیگه ولکن نیست. اینقدر واضح بهش میگفتم نمیخوام بابا نمیخوام مامانم دعوا میکنه. مامانم همی با پسره حرف نزن. مامانم خیلی به پسر حساس بود، میکشت منو. مثلا همین حوصله نداشتم. بعد اون زمانم خیلی راحت بودم. اولین بارم که فهمیدم کتکه رو خوردی؟ کشیده خوردم مثلا شبه بابام. از این مامانم اون شب خیلی پیاز داغشو زیاد کرد، مثلا این بابام کشیده بهم زد. به خدا مامانم اینجوری وای البته خیلی هم بچه‌ها خیلی زایه بود. اون روزی که اون شبی که مامانم اینو فهمیدن، یعنی نفهمیدن اما ماشین پیاده شدن. قشنگ دیدن اما ماشین پیاده شدن. بعد اون زمان از ماشین پیاده شدن یعنی واویلا. حالا ما این بدبختا هیچ کار نمی‌کردیم، می‌رفتیم حالا که دور می‌زدیم فقط. آره شب رفتیم. بعد من امین تا 3-4 ماه بعد از دوستیمون به هم دست نمیدادیم. به چشم اعتقاد داری؟ منم به چشم اعتقاد ندارم. احساس خودت نسبت به اون مسئله است. مثلا من واسه خودم موقعی که زانومون اتفاق واسش افتاد برای تعریف کردم قبلی که بخوام برم اون زمان مرویم یعنی بهم حرف زد که گفتش مثلا مصدوم نشی اینجوری نشی و همش تو ذهنم بود. یعنی قبلی که برم تو زمین مثلا تو ذهنم این بود که حواسم باشه مصدوم نشم. یعنی ضعف تو خودم احساس می‌کردم مثلا که این اتفاق برام نیفته. دقیقاً افتاد. مثلا شاید تا یه سال فکر می‌کردم چشم بوده. الان می‌فهمم نه مثلا واقعا تو وقتی از لحاظ روانی از لحاظ جسمی از خودت مطمئن باشی خب مثلا بقیه هر چیزی که بخوام بگم برات مهم نیست، ولی کافیه یه مقدار نقطه ضعف داشته باشی، یه مقدار احساس ضعف کنی. کلا ترس باعث میشه تو تمرکز رو از دست بدی. یه ویدیویی از دکتر هولاکویی دیدم، این ویدیوش خیلی باحال بود. میگفت که چشم کلا وجود نداره. طرف میاد یه ماشین خوشگل میخره بعد میره به یکی نشونش میده بعد میگه عجب ماشینی خریدی. بعد اون طرف مثلا نشسته تو ماشین داره فکر میکنه میگه طرف داره فکر میکنه وای چشم نزنه مثلا. بعد تو تمرکز رو از دست میدی، ممکنه یهو بزنی به دیوار. بعد میگه اوه چشم زد.
یا مثلا یه تخم مرغ میزنمش چشم دیگه باطل میشه. ولی خب اینا یه چیزای اعتقادی هن. من خودم خب برای اینکه چیز خوبی نیست تلاش کردم که هیچ اعتقادی بهش نداشته باشم. وقتی یه چیزی خوبه آدم بهش باور داشته باشه، ولی به نظرم هیچ جای چشم زخم هیچ چیز خوبی نداره. چون همیشه تو با یه احساس ترسی داری زندگی می‌کنی. آره من فلان چیزو دارم وای چش نخورم مثلا دستش ندارم. من نگفتم راستی از چه چیزی تو زندگی پشیمونم. نگفت چیزی میتونی عوض کنی. من عوض نکنی یا عوض باشه میتونی انتخابات کنی. کلاس سوم دبستان فیلم خوابگاه دختران رو نمیدیدم. وای من کلاس سوم دبستان رفتیم تو سینما هم فیلم خوابگاه دختران رو دیدم. من تا 2 سال آرامش نداشتم، یعنی شب که میشد میگفتم وای دوباره باید بخوابم، دوباره شب شد. خیلی بد بود. شبا اصلا نمیتونستم بخوابم، باش فکر میکردم قباد زیر تختمه. خیلی وحشتناک بود. عجب برگشت نگاه که شب تو قباد مش داشتم کابوس میدیدم. همینجور مینشستم دم در اتاق مامانم اینا، یا میرفتم زیر تختش میخوابیدم، همشم باید یه جاشو میگرفتم. و یه بار هنوزم دیگه عادتش با مونده. نه بعد یه بار مامانم خواب بود، بس ساعت مثلا دیگه خواب بودن چون اجازه نمیداد برم پیششون بخوابم. هی میگفت بچه هی پیش مامان بخوابی. بعد رفتم و خواب بود، دستش اینجوری از تخت آویزون بود. خب بعد یواش دستشو میخواستم یه جایی باید بگیرم که حس امنیت بهم دست بده. بعد یهو از خواب پرید گفت اینجوری شد. گفتم منم مرض بگیری برو سنجاز بخواب. ویدیوی قبلی که توی یوتیوبم گذاشتم با مرسا خیلی نظرات مختلفی واسم کامنت گذاشتین، البته خیلی استفاده کردم ازشون، ولی کلا دوست دارم توی یوتیوبم موضوعات مختلف رو بذارم. باید این کار رو بکنم چون خیلی ها ممکنه ولاگ رو دوست نداشته باشن. بعد از اونجایی که من تقریبا الان 7 ماه دارم ولاگ درست میکنم، تمام مخاطبم به خاطر ولاگ ها اومدن سمتم. واسه همین برای اینکه خودم هم خسته نشم و بتونم ادامه بدم، چون چیزی که خیلی توی یوتیوب مهمه اینه که تو بتونی ادامه بدی. اگه خیلی روتین بشه واسم همین ولاگ گرفتنه، باعث میشه دیگه نخوام ولاگ بگیرم و خسته بشم. خیلی دوست دارم مثلا این کارو. مرسا اومد حرف زد، مطمئنم بعضیا که ویدیو رو دیدن ممکنه بهشون تلنگر خورده باشه یا یه چیزی یاد گرفته باشن یا یکم توی زندگیشون تاثیر مثبت گذاشته باشه. یه معنی خاصی هم واسم داره این کار، یعنی اونجور ویدیو گذاشتن. ولاگم میگیرم، قرار نیست که تموم بشه یا دیگه ولاگمو نگیرم و استاپ کنم، ولی باعث میشه که یکم واسه ولاگ هیجان بیشتری داشته باشم. اگه مختلف بگیرم خسته نشم از ولاگ گرفتن. Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay right here. 'Cause when all of my dreams seem so out of reach, you're crystal clear. You don't disappear. برای شما یه سورپرایز دارم. ما یه ماشین داریم. بچه دیگه ون نیست. دیگه ماشینمونی رو با کلاس شدیم رفت. نشونتون بدم. این شکلیه. راضی امین؟ والله راضی به رضای خدا. خیلی باحاله که یوتیوبم از موقعی که تازه مهاجرت کردم راه انداختم. کلی ترس داشتم و الان کوچولو که داریم میریم جلو، کلا نتیجه تلاشش رو آدم میبینه حال میده دیگه. هرچند که اینم بهتون بگم خارج از ایران کلا ماشین خریدن واقعا رویا نیست و تو با هر بودجه‌ای که داشته باشی میتونی ماشین بخری. این خیلی خوبه. این ماشینمون مال سال 2016 دست دوم خریدیمش. نیسان ماکسیما. اینا سفارش آمریکا، بعد یه سری ضربه یا رنگشون پریده، اینا رو با قیمت خوب میذارن توی بازار واسه فروش. اینم خیلی خوب بود که ما خریدیم.
lose some more sleep. I've been hiding from my pride while I'm looking for a change. Oh, but what if I change my mind? Will I find my wasted time? There's somebody I look up to, I could only hope to be. If we had the conversation and know exactly what he say to me. What he say to me. میریم سر میریم سراغ سوالای بعدی و امیدوارم که میکروفون خوب کار کنه چون من اینو گذاشتم اینجا. الان هر دومون باهاش صحبت کنیم. یک نه کار میکنه. اوکی. تا حالا دعوای جدی با همسر داشتی یا اصلا دعوا و قهر میکنید؟ اصلا ما اصلا با هم دعوا نمیکنیم. رابطه‌ای که توش دعوا نباشه، بحث نباشه، رابطه خوبی نیست چون یکی داره اونجا یه چیزی رو تحمل میکنه و اگه آدم نتونه حرفاشو بزنه و بحث کنه به نظرم رابطه کم کم یه جایی منفجر میشه. واسه همین آره دعوا میکنیم، بحث میکنیم، دعوا شدید هم با هم اصلا مثل وقتی اصلا اختلاف نظر نداشته باشی، بحث نداشته باشی، یعنی اینکه با هم دیگه اصلا تبادل نظر نمی‌کنی، اصلا با هم دیگه صحبت نمی‌کنی. انگار دو تا شی موازی دارن میرن همینجوری، اصلا هیچ موقع با هم هیچ برخوردی ندارن. خب رابطه بعدم اینکه ما دو تا آدم جداییم. آره 100% با هم اختلاف نداریم. سوال بعدی میگه چطور میشه زندگی متأهلی رو همیشه تازه و پرشور نگه داشت؟ کلاً یکی از بیشترین سوالاشون این بود که زندگی متأهلی خسته کننده نمیشه که با هم دیگه زندگی میکنیم؟ مثلا زندگی مجردی خسته کننده نمیشه؟ زندگی کلاً خسته کننده است. نه مثلا یه چیزی که خیلی مهمه این که فردیت حفظ بشه. مثلا هر کسی برای خودش زندگی خودش رو داشته باشه، هدف خودش رو داشته باشه، دنبال خواسته‌هاش بره، دنبال رویاش بره، بعد کمک بکنم برمیگه مثلا. آره دقیقاً وقتی که ولی مراقبت نیاز داره رابطه برای اینکه تازه بمونه. مثل گیاه دیگه با همشه بهش برسیم. آره باید همیشه واسه خودتون برنامه داشته باشین، کارهای دوتایی داشته باشین. رابطه قشنگ من کلا فکرم تو کارم همینه. مثلا تو هر سیستمی که وارد میشم، تو هر شرکتی، تو هر جایی، اینجوری هم که مثلا میگم اگر نباشم زمانی با خودم افتخار میکنم که وقتی نباشم اون سیستم بچرخه. واسه همینم تو رابطه هم همینه. زمانی آدم باید با خودش افتخار کنه که مثلا اونقدر تو اون رابطه خوب کار کرده باشه که وقتی هم نباشه اون شخص استعدادش رو از دست نده، لطمه ای نبینه. حالا کلا نمیخوام مثلا فاز غم و اینا باشه، مثلا من بمیرم مثلا غزاله بتونه زندگی کنه، مثلا برم میرم ایران تو بتونی زندگی کنی یا بالعکس هر چیزی. چون که آدما نباید بذارن رشدشون ناقص بشه. مثلا رابطه باید بذاری هر کسی زندگیشو بکنه. خسته کننده نیست. میتونه باشه برای هر کسی. میگم چطور برخورد بکنی. مثلا الان این گوشیه رو چون خودم نخریدمش از روز اول من خسته کننده بوده. مثلا غزاله میدونم مثلا بلک بری که داشتم چون انتخاب خودم بود، خودم خریده بودمش، فرق می‌کرد واسم. بلک بری رفت شرکتش تعطیل شد، من همچنان بلک بری دستم بود تا موقعی که دزدیدمش. واسه این شکلیه. چجوری خود نگاه بکنی مثلا؟ من انتخاب تو عمله. راست میگه. نکته خوبی بود. وقتی خودت انتخابش کردی، حواست بهش هست، دوستش داری و سعی می‌کنی تازه نگهش داری. به نظرم این سوال خوبیه. میگه چرا وقتی بهشون توجه می‌کنی و بیشتر می‌ترسم صدامون رو نگیره و بیشتر حواست بهشون هست باعث دور شدن و عصبی شدنشون میشه؟ منظورش مردان یعنی؟ آره. ولی به نظرم حتی زن‌ها هم ممکنه همینجوری باشن. دقیقاً ببین همه چی به نظر من برمیگرده به همون استقلال فردیته. دقیقاً. وقتی از خود بگذری همش به طرف مقابل برسی توجه کنی، بعد هیچ کاری برای خود نکنی. خیلی رو دیدم طرف لباس خوب اصلا نمیپوشه مرده، بعد زنش رو خیلی دوست داره، خیلی هم بهش میرسه، ولی مثلا زنه مثلا دوستش نداره واقعا. چون که مرد از خودش گذشته، هیچ حاضر نیست برای خودش لباس خوب بخره، کفش خوبی بپوشه، مرتب باشه، به خودش نمیرسه، فقط میخواد به طرف مقابلش برسه. خب جذاب نیست دیگه، جذابیتش از دست میده. مثلا کسی که به خودش اهمیت میده، واسه خودش هدف و برنامه و یه زندگی مستقل داره، واسه همه جذابه. ولی بیش از حد برای یکی مایه بذاری، گاهی اوقات از خودت بگذری. ممکنه قدر اون کاری که انجام میده رو کسی ندونه. میگه مثلا یادش بره، بگه اوکی خودت خواستی انجام بدی.
تا یه حدی واقعا باید مراقب همدیگه باشی. آره خب اون بحث آره چیزه، ولی میگم باید خود جذاب باشی، باید به جذابیت خود اهمیت بدی. عشق بدی به یکی کسی که دوستش داری بی حد و اندازه هم اوکیه، تا وقتی که تو خودتو از بین نبری. آره. مثلا به خودت آسیب نزنی، همیشه خودتو در نظر بگیر. اون معنی وجود داشته باشه. آره. اینطوری فکم داره گرم میشه. دقیقاً کی میشه فهمید عاشق شدیم و اون آدم زندگیته. من فکر میکنم تو وقتی با یکی حرف داری، وقتی پیش یکی میتونی خودت واقعیت باشی و حس امنیت داری، حس دیگه عشق دیگه، یعنی حس میکنی اون آدم زندگیته. آره خب کلا میگن که الان این حرف از خودم نیست، ولی میگن که مهمترین فاکتور توی مثلا یه رابطه اون توانایی حرف زدن است. میتونن دو نفر با هم بشن حرف بزنن، چون تمام اون ویژگی‌های جسمی و اینا همش میره. تاش آدمش هستش میشه، بعد میتونیم با یه لیوان چای بشین دور هم صحبت بکنیم یا نه. صحبت کردن خیلی مهمه. آره thank you. Yes please. من ساندویچ مرغ گرفتم چون اینقدر کوچولوه. چون تو کوچولویی. لازانیا گرفت. من که رژیمم. کاملا مشخصه. بچه‌ها خیلی غذا چیز خوبیه. تاکو این چیه؟ مثل تاکو انگار. خیلی. اسمش هم لازانیای مامان بزرگه. گرندما لازانیا چی نوشته بود؟ ساید کوک؟ همچین. مزه لازانیا مامپریا رو میگه. تا 2 ساعت سرده. بچه همسایه‌مون مامان دوستم بچه بودیم. خیلی دست پختش خوشمزه بود. لازانیاش دقیقاً همین مزه میداد. مثلا معروف بود به لازانیاش. من انقدر تعریفش رو داده بودم. مهمونی گرفت، مامانم اینا رو دعوت کرد، چند سال بعد بزرگ شدیم. غذا خودم بخورم. عجب لازانیاییه. خیلی خوشمزه بود. مثلا غذاش اینجا معرکه است. یه سوال بامزه. بگو. بیمزه نباشم. نوشته وقتی که ناراحتت میکنه به طلاق هم فکر میکنی یا فقط من خودم؟ سرچ اول گوگل. میگم که نکنه الان قضاوت تو فکر طلاق باشه فلان از این حرفا. الانه که وکیل بهم زنگ میزنه. هم ایرانم که بودم میذارم تو گوگل طلاق مجازی. نه از همه همینقدر خلن. همه خلن و اصلا به دل نگیر. اما لحظه ایه. سوالمون تموم شد. خب بده یکم. نمیدونم غذام خیلی خوشمزه است. میبینم حرف نمیزنه. گازش اندازه بچه ما سر غذا هیچ وقت به تفاهم نمیرسیم. برای اون که همه غذاهای من میخوره. سلام دوستان، غذا خیلی خوشمزه بود. همسرت هیچ وقت با بلاگر شدنت مشکلی نداشته؟ من دوست پسرم حتی نمیذاره من جز اون پسر دیگه تو پیجم باشه. ببین بعضی موقع ها تو واقعا به یه کاری ایمان داری و میدونی عقلت مثلا میگه این کار درسته، بعد یکی دیگه میاد میگه تو حق نداری این کار رو انجام بدی، مثلا بدون دلیل، به ها دلیلای چرت و پرت. من خوشم نمیاد تو کار نکن، تو این کار نکن. خب اینجا وقتی میدونی به کسی آسیب نمیزنه اصلا، یعنی به هیچ کس آسیب نمیزنه و عقلانی درسته این فکری که میکنی، به نظرم حتی اگه کسی هم باید مخالفت کنه باید انجامش بدی تا اون طرف هم کم کم میفهمه مثلا چیز خاصی اتفاق نیفتاد، فقط مثلا داره کار میکنه. چون میدونی چرا؟ یه روز ممکنه اون آدم مثلا امین یه روز چند سال دیگه بگذره کاملا باوراش عوض بشه، رشد کنه، بعد تو اون فرصتی که گذشته رو از دست بدیم. اگه همون سالا کارمو انجام میدادم الان کلی جلو بودم. نظر خودم مثلا درست بوده، مثلا چه میدونم تو کار خودم مثلا بعضی موقع تو مخالفت میکردی، مثلا چه میدونم فلان پولو خرج این کار نکن، مثلا فلان نکن، این کار نکن، چه میدونم یهو مثلا تصمیمای یهویی میگرفتم مثلا میگفتی نکن، ولی مثلا من احساس میکردم درسته انجامش میدادم و حالا توشون هم نمیگم شکست نخورم، ولی خب اکثرا اون چیزی که فکر میکردم شدم. تو هم همینطور واقعا مثلا من بعضی موقع مخالفت میکردم ولی خب انجام میدادم که الکی مخالفت میکردم، یعنی اگر انجامش نمیدادی مثلا
شاید هیچ موقع به اشتباه خودم پای نمیبردم. به نظرم در آخر کسی که واقعا میدونه چی واسش خوبه خود آدمه. بله. و اگه واقعا به یه کاری ایمان دارین انجامش بدین. آره. سوری. همین بچه ها ما دیگه فکر کنم دوربینم شارژش داره تموم. داریم میریم مسابقه. ما اومدیم خونه امروز کلن بیرون بودیم. من لباسم عوض نکردم دیگه. تیشرته. داریم میریم به سمت مسابقه. همین مسابقه بسکتبال داره. امیدوارم که ما رو سفید کنه جلوی 13,000 تا سابسکرایبر. میریم که ببریم. امروز نمیدونم جریانت چیه. اصرار داره بیاد بازیمو ببینه. معمولا نمیاد آخه. امروز داشتیم در مورد رابطه حرف میزنیم و باید کم به تظاهر کنیم که تظاهر به زورم که شده باید نه واقعا به زور اصلا امروز نمیدونم جریانش چی بشه. غزل مطمئنی میخوای بیای دوستات بهت زنگ زدن بعد بیرون و گفت که نه میخوام به همشون هم بگم همین مسابقه داریم میخوام برم. جدید بود کلا. دوستا اومدن یعنی از روی بیکاری یا نیست نمیدونم حمایتیه امروز کاملا حمایتیه. آره اون سری رفتم بعد کف بسکتبالی پوشیده. آره جردنامو پوشیدم جردنای جدید که به عنوان همسر یک بسکتبالیست حمایتش کنم. Hands up! دعوا شد بچه زن داوره نمیگیره خطا را. امین پخش زمین شد نگرفت یا خراشه. اوه خب ما اینجا سالاد برای امین، سالاد برای من و این سری جدا درست کردم که دوام نشه. اینم خیلی کار خوبی کردی واقعا. نوشابه زیروه کار پسندیده و هر یه مدت یه برش بدم. اینم منم که میخواد از شما خداحافظی کنم. مرسی که ویدیوی من رو نگاه کردید. من میخوام سالاد بخورم، خیلی گرسنمه. دلیل اینکه این کاسه های زشت پلاستیکی رو من استفاده میکنم به خاطر اینکه کابینت همون جا نداره من ظرف دیگه یعنی ظرف بخرم. همین سر میکنیم بابا. توی کامنت ها بگید که دلیل جذابیت این یکی ویدیوش حضور من بوده. اینو حتما بگید و به من دلگرمی بدید. خب مثل که خوشش اومده دیگه تمام دیگه هر دقیقه دیگه میگم من بهت گفتم میخوام برای همین نمی آوردم بعد عادت میشه حالا 10 دقیقه میخوام بیاد. میخوام یه کانال بزنم. خب شوهر بلاگر بودن یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ یعنی نمیگم بهت. خب بزنی بعد بگی ها. این فیلم رو بزنم آخر نکنم. ای بچه یه فیلمیه. نه توهین میشه ولش نگو حس بد داره اصلا نتونستم نگاش کنم. امشب میخوام فیلم The Menu رو نگاه کنم. خب مرسی بچه که ولاگ من رو نگاه کردید. من دیگه میخوام برم فیلم نگاه کنم، کم ریلکس کنم، غذامو بخورم و حتما منو سابسکرایب کنید. زنمو سابسکرایب کنید. بچه منو سابسکرایب کنید. سابسکرایب هم نمیکنن، ویدیو میبینن سابسکرایب هم نمیکنن. سابسکرایب هم کنید دیگه بچه ها. من انگیزه بگیرم ویدیو درست کنم وگرنه بی انگیزه میشم. میرم تا 3 سال دیگه. همه سوسو چرا بردی؟ خدافظ. بعدا میام دوباره پیشتون هفته دیگه شما رو میبینم. بدرود. منو سابسکرایب کنید.